بیننده عزیزی در مورد آتیل الکل نوشتن. آتیل الکل معلومات بدهید. بعضیا گفتن که حلال است و بسیار مشکل مواجه شدند. هر وقت نانها و خمیرهای آماده در اروپا از امی زیادتر است نوشتن که در شک هستم که استفاده بکنم یا نکنم. ببینید برادر عزیز و گرامی، الکل چند قسمه هست. یکی الکل صنعتی است، یکی الکل طبیعی است. الکل طبیعی الکلی است که از به اصطلاح گندیده شدن یا به اصطلاح خمیر شدن مواد غذایی مانند گندم، انگور، سیب و چیزهای دیگر که اینها رو میگیرن در به اصطلاح کوزه های یا در ظرف های میگذارن تا اینها میگنده، تبدیل به نوع اسیدی به خودش میگیره و آلت نشه آور داره. این رو میخورن به عنوان شراب، انواع مختلفی که شاید دوستان با او آشنا باشن. اما یک نوع مواد دیگری هست که به وسیله ترکیب‌های کیمیایی در به اصطلاح شرکت‌ها درست میشه، به عنوان الکل مصنوعی بهش میگن. این الکل مصنوعی برای در امور طبی استفاده میشه. مثلا قبل از آمپول زدن میزنن به جایی که باید آمپول بزنه، ضد عفونی کننده است. در بعضی از موادی که به خاطر تمیز کردن خانه ها یا اتاق های عمل یا به اصطلاح اون پنس و قیچی و چیزایی که در اتاق عمل استفاده میشه برای اونها استفاده میکنن که ضد عفونی است. این یک نوع ماده کیمیایی است که تقریبا همون ترکیب رو داره، اما این به اصطلاح اون الکلی نیست که به اصطلاح برای نوشیدن استفاده میشه. این یک چیز مصنوعی است. و بعضی از موادی که انواع خمیرمایه و بعضی چیزایی که در بین بعضی از کشورها هم از اونها تولید میکنن، از این نوع مواد در رو اضافه میکنن که بعضی از علما گفتن که این مادامی که نشه نمیکنه، مادامی که ضرری برای انسان نداره، این مشکل نداره استفاده کردنش. حتی از این نوع الکل صنعتی در ساختن بعضی از لوازم آرایش و بعضی از عطرها و اینها هم از اون استفاده میکنن.